ما تو مازندران زندگی میکنیم. اینجا هممون عاشق کیپلو و گوجه خرشت و انارتیمیم. حتی با بهترین غذاهای دنیا هم عوضش نمی‌کنیم. اینجا هر یک و نیمی که تو یخچال می‌بینین یا آب نارنجه یا آب لیمو یا عرق بهار که مادرامون گذاشتن تو یخچال. اینجا ما هیچ جوون بیکاری نداریم. همشون کار دارن. اگرم بیکار باشن یا نارنجی چینی میرن یا پرتقال چینی. البته این درخت نارنجه. اینجا خبری از پورش و لامبورگینی و ماشینای آنچنانی نیست. اینجا همه نیسان سوارن. اینجا مادرامون واسه تربیت بچه‌ها نه از حرف استفاده میکنن نه بسته‌های کمک آموزشی، بلکه از سازگتیم، انارشیش و گزنه استفاده میکنن. اینجا لباسای کهنمون هیچ وقت دور ریخته نمیشه، بلکه توسط مادرامون به پرزو یا همون دمکنی تبدیل میشه. اینجا هممون یه رفیق فاضل اسمت داریم که همیشه تو جمع از دعواش حرف میزنه، ولی هنوز تا الان هیچ کی دعواش ندیده. جالب اینه که هممون هم میدونیم داره دروغ میگه مثل سگ. اینجا تو عروسی‌ها آهنگای فارسی خیلی کم پلی میشه. همه ی آهنگا مازندرانی تک دست. اینجا مازندرانه، مهد کشتی جهان. اینجا همه مادرزادی تو خونشون کشتیه. اینجا مازندرانه. بقیه‌شو شما بگید.